آقا سلام علیکم بچه‌ها، خیلی مخلصیم. ما بعد یه مدت ویدیو چالشی بگیریم. بسم الله محمد ممدون. اومدیم ویدیو چالشی بگیریم براتون، ریاکشن قبل و بعد آرایشگاه براتون حالا کامل گذاشتم 100% فهمیدیم. اینکه محمد قراره برای من مدل انتخاب کنه با اون گردون چالشیه، من برای محمد اینا چی داشتیم؟ بریم سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. چه خبر؟ یا الله قصه. ولی اومدیم موها رو بریزیم پایین، یه مدل مو قشنگ برامون چالشیه. من گوشه در بیا. آره من تو اول میشینی یا من بشین؟ نه تو بش. آقا محمد میخواد برام اول بزنه یه قسمت چی در میاد. بزن میشه خب یالا فایکی دیگه چه خبر؟ آقای تعریف میگه خود یکی از مشتریایی که مثلا اومده بود برات خیلی مخ بود و اینا، خاطره که داری ازش؟ مخی واقعا زیاد دار یکی مثلا بود یه نحت آقایی میکروفونو بده آقایی میخوام یا بذار مال خودم کو تمام بیا اینو ببنده شد هیبون بگیرم حال کنم. خب مشتری رو مخی یکی هست، خب همیشه واقعا هم رو مخی حرکاتش میاد اینجا کوتاه یا ما میزنیم. بعد مثال دیروز اومده بوده خط و اینا رو مثلا باید همه چی گرفتیم اوکی در تمیز. بعد آقا سشوار زدیم، مثال دادیم، سشوار هم برای زدیم، رفته خونه. خب بعد میگم خب تو چه میری همون دوباره میای باز میگه من سشوار بزن. خب الکی حرامش نکنه چسبارو. نه همون نمیدم که. خب باش میزنیم براش، میره 10 دقیقه بعد مغازه است سر شد سه دوباره میاد میگه با هم سشوار بزن. این یه مدل رو مخی. بعد دیگه ازم به خدمت شد یه خاطره بخواد حالا خنده دارش کنه بذاره. تمام مشاهدهش ما وقتی خط زیر میگیریم مثلا به طرف این موقع حرف نزن اینا دیگه دقیقا همینطوری که سرش بالا بود فقط ساعت تو گفتم بالا بود دو خیلی گفتم فقط حرف نزنی ها باشه همینطوری که حرف زد این پوست اومد پایین نصف بشش رو در خاطرهای من توی آرایشگاهی داشتم دیگه. یکی دیگه اصلا میخوام باید جذاب نباد بالتر بگم. این شونه های ماشینمون که هست اینا پشتشون باید یه باز زمانی شل میشه. خب درست. ما باید بنده خدایی داشتیم دور موهاشو میزدیم، حالا سایه پایه هم نمیخواست بزنه. آقا چیکار ما همین جوری که اوایل کارم بوده، حالا خیلی بلد نبودم تازه وارد کار شدم، بعد حواسمون نبود دیگه. همین جوری که داشتم میزدم اینجا بودم پشونه بلندم بود، یه دفعه دیدم یا حضرت علی ماشین دارم من با صفتم سریع نمیدونی چه قضی بود. 2 ساعت داشتم خواهی مالیشه میکنم ببخشید راف والا من میرم شکایت بکنم بخم شکایت چی میخوای بکنی ماشینه آقا شونش در اومده. من میگه نه من شکایت کنم من فلان میکنم تو باید کاری بکن آقا نمیدونم چی بگم آقا من بیام اونجا من همینه میگم آقا شونه پشتش در اومد. چیزهای جالب زیادی داشتم اما یه سری توی آموزشگاه مثلا بودم اومدم آقا عبور طرف رو کوتاه کنم با ماشین، اونم دقیقا همین داستان شد. با ماشین بودن دوباره میزنم اینه حواسم اینجا یه دفعه در اومد اما یه شانسی که خودش اوردم فقط نوک کارا زدم. یه نوک ابو جب اینقدر شد ای ابو گفتم نه حالا درستش میکنم
اون دیگه یه ذره این ورشو نازک کرد بده اون ور نازک کردیم و کار رو برش در آوردیم دیگه. بابا جایی تو کامنت کامنت کردی تو نره تو نه حوارت کن حتی مارکت پاره بیان کنم تغییر خوبی بود ها بعدا حواستون به دوست دخترتون باشه نگاه کن چون خب نمت بمن بود چالش ولی اسرائیلی خود نمیشه که چالش دیگه هر چی در اومد بابا اگه بیاسته که خیلی باله نه نشی اسپایچو کم اسپایچی سوانسون خواهی من تا نهونا هستم آدم تو میخوام اینو بیام خب خوشگل منی بند جون منی بالا بری علی نظرت چیه؟ ببخشید سربازی رو سته مراش یا برای نگاه کن جالب میشه اگه بزنیم واقعا خدا شد یه قیلی به قیافه هست ما خدا هست یا نه 26 ما که نیمده آرشگاه بزنیم بریم گرد پاسکاتا بریم ها؟ اسپاشوفت خب نه تو سربازی بزن تو متوجه فکر کن نشدی دخی بارم داشت توش بکن برخد دورم اسپایکو یه ذره دیگه اگه میرم فالاتف تمام بود کارت نرو مریم میدونی عاشق چشماتم نرو مریم به خدا قیمت ماتم آقا کار محمد هم تموم شد مادی رو خوبی رو خوبی حواستون رو دوست دخترتون باشه امشب میخواد درو کنه با تیر مثلا مدرسی ساقه اگه بزنی چه با این بهتر آقا اوکی ساعت آقا علی سر من الان بزن ولی دم دیگه خیلی ممنون مرسی آقا بچه ها روشنه؟ بله آقا مدل ما رو زدیم خدایش خیلی قشنگ شد خدایش کارتون باشیم من یا مامان جون آقا محمد این خیلی کم صحبت ببینم سردی شده حرف نمیزنم ماما بیا میکروفون دهن حرف نمیزنم میکروفون گرفتی آقا خیلی خستم خدایش کشتی باید سربازی به تو میافته مدل سربازی کسل کنی باید موهامو زدم مگه سنشیدم آقا راستی کلیپ قبلیمو اینجا یا اینجا براتون میارم سوار موتور سواری شدیم موتور سنگی سی و اینا سوار شدیم خیلی حال ده اونا هم نگاه بندازیم یه لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون نره آقا من کاری نداریم قربونه بنیادم بله خدا بدرو